از شر این 5 آدم تو زندگیت خلاص شو. 1. استفاده کننده. اونا فقط تا وقتی که به دردشون بخوری دوست دارن. به محض اینکه چیزی که میخوان و بهشون ندی ناپدید میشن. 2. شکایت کننده. اونا با شکایت و ناله مداوم درباره چیزایی که حاضر به تغییرشون نیستن آرامش تو ازت میدزدن. 3. سرزنشگر. اونا تو رو مقصر جلوه میدن و خودشون چیزی رو گردن نمیگیرن. اونقدر ماهرانه گولت میزنن که آخرش حتی خودت هم باور میکنی مقصری. 4. رقابت طلب. اونا شاید بخوان تو رو موفق ببینن ولی هرگز نمیخوان تو رو موفق تر از خودشون ببینن. و در نهایت 5. سوء استفاده گر. اونا از بخشش، وفاداری و اعتمادت سوء استفاده میکنن و تو فقط موقعی متوجه این میشی که دیگه تو زندگیت نباشن. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. به خانوادمون ملحق شو.